جانات SMP سرور که خیلی سر صدا به کرده و به واحد پولیش معروفه و تقریبا همه دارن از این سرور ویدیو میسازن. اما چی میشه اگه سرور ایرانیشو میساختن؟ تو این ویدیو ما این سرور رو تست میکنیم و هدفمون اینه 10 میلیون فاکینگ دلار پول در بیاریم. پس تا آخر ویدیو ببین. هم چنل منو گابلین سر بزن. اومدی. دل داره اسلش شاپ داره. چه گویی باید بخورم تو این سرور؟ یارو با توتم ابسیدین اصلا اینجا چی میگه؟ داشت چیزی یاد ما بده. 6 کی بهم داد پشمام. همین اول کار. پشمام. چیزی به ما یاد میدی؟ حاجی بنده خدا دست همه رو میگیره نگاش کن. به گدا گوش نداره. دست منم بگیر. 5 کی به من داد. 5 کی داد. چی میگه؟ میگه عشق کنید. آقا تا یه دقیقه وایسا. باید ما هدف پول بذاریم. این شکلی نمیشه. من میگم بیا 10 میلیون دلار پول در بیاریم. بعد اونا واسه مهم نباشه بدیم خیریه. هر موقع یه پلیری دیدیم نیاز 10 میلیون دلار 10 میلیون دلار رو خرج کنیم. 10 کی بهم داد دوباره. حاجی 16 کی پول دارم. شالکر فوت اسش آرتی بزن. اسش آرتی. حالا بریم دیگه بریم. اووربورد بزن بریم. حاجی 15 کی دیگه هم زد. یارو داره همینجوری پول میزنه. صبر کن کجایی؟ اسلش تی پی ای تکون خوردم یه بار دیگه. اسلش تی پی ای میگه کولدان خوردم تو بده. اسش تی پی ای بنویس. خب الان تو میای پیش من. بابا چقدر لگ سرور. بابا تو تکون خوردی؟ نه تکون نخوردم اومدم. غذا بده. خیلی لگی غذا بده. خودم 36 کی دارم چاقال ولی نمیدونم چرا مفت دیگه. او استون و 6 دلار ازمون میخرن آقا تا پول دار شد. حالا چجوری 10 میلیون در میاد؟ بابا چقدر لگ سرور. خیلی لگ سرور. آی که این سرور رو درست کردی همینجا بهت میگم. آجی من با کسی تو این سرور درگیر نمیشم. یه اسلش شاپ بزنم این چیا ارزش داره. بریم دنبال همونا. قطعا اورا بیشتر اهمیت دارن. بیا بریم یه ذره اور بکنیم اول. کجا رفتی حیوان به این سرعت؟ پوشتم حیوان. صبر کن یه چیزی رو تستی بفروشم. چجوری اصلا باید بفروش؟ اینجا میذاری؟ آها فروختم مثبت 4 دلار. چجوری بفروشی؟ همینو بریم پایین. غذا هم که داریم. همینو بریم پایین. نه باید یه سوراخ بریم پیدا کنیم از سوراخ بریم. تا پشت تو ببخشید. سولاخ. ایرون. خب باشه حیوان. الان 3 تا را آیرون 30 دلار میده. نه به در نمیخوره. آیرون نمیخوره. ما فارم آیرون هم بسازیم 10 میلیون نمیشیم. ابله فکر دیگه ای باید بکنیم. چرا ماب نداره بازی؟ چرا مابای وحشی نداره؟ ایرون تر آیرتن بازی چیه؟ بیا پشت من بیا مرد. پشت من بیا. الایترا. اوه 1.5 میلیون. حاجی حله. حاجی خیلی سرور برای بار دهم آقای که ای آیرون اینجاست. آره دیدم. بچه این سرور که خیلی تره توفه. اگه خواستید دونات SMP اصلی رو برید پولا رو برید. بابا چرا سولاخی مثل غیر تا نیستیم که من چیز کنم. سولاخ بابا خیلی لگی ناموسم. اینجا اغار پیدا میکنیم و واردش میشیم و تا میتونیم آهن جمع میکنیم. البته سر چیزای دیگه. این آدم کاپر بکن. چقدر فروش میره؟ الان 9 تا دارم 200 تا میره. بابا اسکل من 10 میلیون هدفمه. خب داداش تو باید اول قدمایی. خب من 36 کی دارم بدبخت فقیر. همش من 1 کی دارم. یک کی خوردی فروش رو. دایمن 2 تا دایمن تو چه سر داشت. 4 کی همین الان زدم به جیب. من 9 کی میزدم. خب چقدر پول داری بدبخت؟ 13 کی. 42 کی. حاجی وایت شدم از دنیا افتادم پایین. بابا چرا این قاره توهیه؟ یارو نوشته هر کی من تیپی بده بهش 90 کی میدم. افهم بهش تیپی بده. یارو نوشته 90 کی نداری. اگه میشه چک کرد. آره میشه چک کرد. چجوری؟ نمیدونم ولی میشه چک کرد. همونطوری که داشتم دایمن میکندم یا داخل چت پیام اومد که خیلی توجهم جلب کرد. یه دونه چیز بهم داده. بسا کلیک تو تلپورت اور تایپ. اون تلپورت کردم. زندگی برام مهم. خب بذار منم تلپورت کنم. من یه دونه کامند دارم. آها داره چیز داره. پروتکشن 1 داره. فورچون 1 داره. بردارم. شکم پول داری دست بدی
MSG دادم به یارو. خیلی حقیر شدم. به اون یکم پیام دادم و بعدش دوباره برگشتیم اوورورد. با دایمندایی که داشتم آرمور درست کردم و تصمیم گرفتیم که بریم اند برای پیدا کردن الایترا /RTP اند بزنیم بریم. من یه مقدار واسه خودم توتم میخرم چون که چیز کمه. من هر گویی بخورم نمیتونم هیچ جا رو ببینم. اندرمنا دارن اسپان میشن بالاخره. فکر نکنم یه چیز باشه. انقدر بلک این دور و بره. بازی چرا هیچ شادی نی؟ ادمین یهو 4 تا اندرمن اسپان کرد دیگه منصرف. یه استش آر تی پی بزن دور شه. بغلشم. بغلش. بزن. فقط اینجا بلک زیاده اینو لختش کردم. حالا بزن تو. خالیه حاجی، یعنی نگفته مثلا این 4 تا آهنی بود توش بمونه. خالی. هیچی نیست. چه جریانی داریم؟ کجایی؟ تو کجا تیپی شدی؟ نمیدونم یه تیپ. من بغل یکی دیگه هم. شالکرم داره. لوتای توشو میتونیم برداریم. کشتی نداره. یه دقیقه صبر کن با شالگرا درگیرم. وای من چیز خوردم. اکسپت بیا فقط. خیلی دارم بهم پرت میکنم. ان نداره. مطمئنی نداره هیچی واقعا؟ من مردم فکر کنم. من دیگه آخرم. اسلام آر تی پی. عرفان اونجا که تیپی ندی جایی دیگه. چرا دادم؟ 2 جا تازه دادم. بابا سر باگ گوه من مردم. وسیله نره من. بعد اصلا شالکر دور بر من نمیدونم چرا پرواز کردم یو. اصلا قبلش آر تی پی زده بودن قبل از اینکه بخوره. 3 ثانیه واسط میکردن دیگه. من 20 ثانیه اونجا بودم هنوز تیپی نشده بود. بچه این سرور واقعا با دونات SMP اصلی خیلی فرق میکنه. کلا سمت این سرور نیای. یه نسخه فیک از دونات SMP چون خیلی مشکلات داره. چون 1 ساعت خوردی که ما بازی کردیم یعنی کونمون پاره شد. اگه میخواید دونات SMP اصلی رو بریم حتما لایک کنید ویدیو رو به 300 تا برسونید. پولا رو هم بریزید دست دیگه. خب اینم از این ویدیو. قبل از اینکه ویدیو رو ببندی بعد بهت بگم ادیت، ایده، تامنیل، رکورد ویدیو خیلی از من زمان میبره و زحمت زیادی پاش میکشم. پس اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کامنت بذار، حتما سابسکرایب کن که ما رو به هدفمون برسونیم. دمت گرم. بای بای.